مردم سلام، خوش آمدید به ششمین برنامه روزنامه از کانال یوتیوب احسان کرمی. این برنامه با حمایت انحصاری بابا هلدینگ منتشر میشه. 28 جولای، 6 مرداد چه مناسبت هایی در تقویم وجود داره؟ در تقویم جهانی رسمی امروز روز جهانی هپاتیت هست. امیدوارم این بلا از همه بدور باشه، مراقبت کنید. همچنین روز جهانی حفاظت از طبیعته که میدونین دیگه ما ایرانی‌ها دیگه سرآمدیم در حفاظت از طبیعت. یه زاینده رود داریم پر آب، درختامون که اصلا همینجوری رو به افزایشه، دریاچه ارومیه که سرریز کرده داره میریزه تو ترکیه، بقیهش گونه های جانوری که نگم براتون، همینجوری جدید، همینجوری اصلا گونه جانوری جدید قدیمی ها رو که تو حفظ کردیم همینجوری داریم تولید میکنیم. یعنی در این 47 سال خواهر و مادر طبیعت ایران خیلی به هم نزدیک شدن. در تقویم ملی ایران امروز روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی حرفه‌ایه. در تقویم آمریکا اما امروز روز ملی شکلات شیریه. نوش جونتون این زندگی لاکچری. امروز روز سربازان بافالو یا بوفالوه. این سربازان بوفالو کیا بودن؟ اینا واحدهای نظامی سیاه‌پوست‌ها در جنگ داخلی آمریکا بودن. به دلیل تبعیض نژادی از سفیدپوستان جدا نگهشون می‌داشتن و افسراشون همه سفید پوست بودن. اینکه چرا بهشون میگن سربازان بافالو یا بوفالو، دو تا روایت داره. یکی میگن موهاشون مثل موهای بوفالو مجعد بوده، به اون دلیل بوده. یکی هم دلیل رو این میدونن که خیلی جنگنده و خیلی سخت جان بودن در نبرد این سربازان سیاه پوست. پیش از تشکیل واحدهای یا سازمان ملی پارک‌های ملی آمریکا، اینها خیلی از این سربازان بوفالو وظیفه حفاظت از پارک‌های ملی بزرگ آمریکا که جزو مهمترین پارک‌های ملی جهان هستند، مثل یوسمیتی یا پارک ملی سکویا رو اینها بر عهده داشتن. این ماجرای تبعیض نژادی برای سربازان بوفالو که خیلی غم انگیز هم هست، باعث شده که یک روزی به نام این سربازان در تقویم ملی آمریکا گنجانده بشه. در آمریکا هفته آگاهی از هپاتیت هم هست. روز ملی پارک آبی هم هست. در آمریکا بیشتر از 1300 پارک آبی ملی وجود داره، سرپوشیده و روباز. اما موضوع برنامه ششم روزنامه کارآفرینی است که یک مهمان هم امروز با من خواهد بود. درباره کارآفرینی حرف بزنیم، خیلی هم موضوع جالبی داریم. خلاصه اینکه خوش آمدید خانم ها آقایان به روزنامه. روزنامه آخرین خبر. روزنامه آخرین خبر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ششم روزنامه. این برنامه از کانال یوتیوب احسان کرمی پخش میشه با حمایت اختصاصی بابا هلدینگ. اگر اهل کسب و کار هستید، اگر میخواید در دنیای تجارت چیزهای تازه یاد بگیرید، کشف کنید، اگر میخواید از کارخانه بزرگ جهان چین کالایی رو بخرید، ترخیص کنید، تحویل بگیرید، همه این کارها رو بابا هلدینگ به وسیله دو زیر مجموعه خودش، بابا چاینا و بابا لوجستیک، براتون انجام میده. البته اگر در کشورهایی هستید که روابط تجاری آزاد دارن با سایر نقاط جهان. اما به مناسبت 6 مرداد یا 28 جولای که در تقویم رسمی ایران روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی حرفه‌ای نامگذاری شده، در این برنامه میپردازم به همین موضوع. همه ما از کودکی بهمون گفته شده که برو درس بخون، شغل خوب پیدا کنی، درآمد خوب پیدا کنی، ولی واقعیت اینه که خیلی از موفق ترین انسان‌های روی کره زمین نه تنها به دانشگاه نرفتن، درس نخوندن، بلکه حتی دوره دبیرستانشون رو هم تموم نکردن با موفقیت.
کارآفرینی و آموزش فنی حرفه‌ای دو مقوله کاملا از هم جداست، به خصوص در دنیای امروز. اما متاسفانه در سرزمین ما اینطور نیست. نه آموزش فنی حرفه‌ای به بچه‌هایی که دارای استعدادهای خاصی در زمینه‌های مختلف فنی حرفه‌ای هستن داده میشه و نه کسی دقیقاً میدونه اصلا یه آدم کارآفرین چجوریه، چه ریختیه، چی کار میکنه. یعنی ما حتی نمیدونیم کارآفرین تفاوتش با سرمایه گذار چیه. این خیلی دردناکه. خیلی وقتا ما نمیدونیم کارآفرین با مدیر چه تفاوتی داره. بزرگترین کارآفرینان جهان استیو جابز، ایلان ماسک، جف بیزوس، وارن بافت، اوپرا وینفری، ری کراک، مکدونالد، سام والتون، والمارت، اینا هستن. هم در آمریکا. یعنی اینقدر این سرزمین بستر مناسبیه برای اینکه شما ایده‌هات رو در زمینه کسب و کار عملی بکنی. در ایران اما، در ایران به خصوص پیش از انقلاب، ما کارآفرینان درجه یکی داشتیم، مثل خسرو شاهی که حسن خسرو شاهی که همین الان دارا خسرو شاهی در اوبر از اون خانواده بزرگ و معظمه. برادران خیامی که اصلا بی‌نظیر بودن در کارآفرینی و محمد کریم فضلی، محمد تقی برخوردار، کارآفرینان معاصری که الان وجود دارن. البته که اون میزان موفقیت اساساً الان در ایران جمهوری اسلامی قابل فکر کردن هم نیست و همشون آدم‌های عاشق ایرانی بودن که متاسفانه بعد از انقلاب به بدترین شکل ممکن باهاشون برخورد شد. فنی حرفه‌ای، آموزش فنی حرفه‌ای اصلا یه چیز دیگه است. از آشپزی و شیرینی‌پزی و مکانیکی و جوشکاری و تعمیرکاری موبایل و همه اینها، رباتیک و اینها میشه فنی حرفه‌ای و اصلا من نمیدونم چرا این دوتا با هم در تقویم ایرانی در یک جا اومد. مهارت‌های بسیار پردرآمد فنی حرفه‌ای در جهان وجود دارن. مثلا جوشکاری زیر آب که سالیانه صدها هزار دلار حقوقشونه. خیلی از تعمیر کنندگان آسانسور در ایالات متحده آمریکا درآمدشون از بسیاری از پزشکان آمریکایی بیشتر هست. برقکارها، چاه بازکنها، لوله کشها، اینا در آمریکا بسیار بسیار وضعیت کاری خوبی دارن، بازار کار بسیار بسیار خوبی دارن. اما کشورهایی که بیشترین اهمیت رو به آموزش فنی حرفه‌ای میدن، آلمان و سوئیس و اتریش و ژاپن و کره جنوبی. برای این خیلی مهمه آموزش فنی حرفه‌ای و خب میبینیم که در صنعت کجای جهان هم هستن. عرض کنم به حضور شما که آلمان سیستم آموزشیش دوگانه هم هست دیگه، یعنی کارآموزی و آموزش در کنار هم هست. عرض شود به حضور شما که دو سه تا جمله بزنید نقل قول‌های مشهور از کارآفرین‌های بزرگ بگم براتون. تنها راه انجام کارهای بزرگ عاشق کاری بودن است که انجام می‌دهید. آقای استیو جابز گفت هیچ کاری سخت نیست اگر آن را به بخش‌های کوچک تقسیم کنیم. این رو هنری فورد گفته و مهارت مهمتر از مدرک است که جناب آقای ایلان ماسک، یه جورای پادشاه جهان، این حرف رو زده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. اما با یک مهمان درباره کارآفرینی صحبت کردم. بیشتر از این طول نمیدم این بخش رو. بریم با هم این گفتگو رو ببینیم اون سوی استودیو. خانم و آقایان، سپاسگزارم از اینکه همراه روزنامه هستید. گفته بودم که امروز با توجه به موضوعمون که کارآفرینی هست یک مهمان داریم. البته مهمان که چه عرض کنم بیشتر صاحبخونه منه، سمین سیاوشیان که نمیدونم سمین تو الان مدیر عامل بابا هولدینگی، مدیر عامل بابا، صاحب برند بابا هولدینگی، هر جور دوست داری، هر اسمی میخوای. برای من هم دوست بابا هولدینگ واس ماس، کلش واس ماس. خیلی خوب. آقا جان یه سلام علیکی بکن و بعد بگو که این کارآفرینی که میگن چقدر تو دنیای امروز جا باز کرده، چقدر حکومت ها، دولت ها براش ارزش قائلن. نسبت ما ایرانی ها، منظورم در خود ایران، کارآفرینی
در خود ایران چه نسبتی داره با جهان و خلاصه تو رفتی این ور اون ور بیزنس کردی، بیزنسمن موفقی هستی، هولدینگ داری، احتمالاً شکست خوردی چند بار، بیزنسمنای موفق دیدی، ایده های درخشان دیدی، چقدر راحته، چقدر سخته، اینا رو برامون توضیح بده ببینیم. حالا اومدیم یکی ایده درخشانی داشت بخواد کارآفرینیش کنه، بیافرینه اون کار رو، چی کار باید بکنه؟ ببین اصولاً کارآفرین سلام هم نکردی. سلام این مردم سلام ماهتون. قربونتون برم. به بیننده های کانال یوتیوب احسان کرمی سلام میکنم. زنده باشید. مرسی که وقتتون رو دارید میذارید و ما رو میبینید. امیدوارم که این برنامه جذابی بشه و در آخر دستاوردی براتون داشته باشه. کارآفرینی و کارآفرین ها اصولاً در جهان از یک نفر یا دو نفر در اشل بسیار کوچیک، خونگی شروع میشه، استارت میخوره، مثل خیلی از بیزینس هایی که شما مثل همین یوتیوبی که الان ما برنامه‌مون داریم بله. تولید میکنیم، نتفلیکس، اصلا آمازون، ایبی مال آقای پیر امیدوار که ایرانی هستش، یا که دوست دخترش میخواست جابجا بشه، وسایلش خیلی هم ناراحت شد شما. وسایلش زیاد بود و گذاشتن تو گاراژ خونه. دوست دختر دارایی داشت آقای امیدوار. بله. نه بابا، صحبت اصلا سر دوتا مثلا میز و صندلی و سیخ و سپایه بوده. سیخ و سپایه بسیار. و عرض به خدمتتون چون که سیخ و سنگ و اینا که خدای نکرده در ایبی و اینا نمیفروشن. من یه ذهنم بله. یا آمازون که اصلا ایدهش با کتاب فروشی شروع شد و امروز تبدیل شده به بزرگترین پلتفرم تک فروشی جهان. من هم مثل بقیه کارآفرین ها از زیر صفر و 15-16 سالگی زمان دبیرستان شروع کردم و کار که حالا خودش یک مثنویه. بله. و در این مقال نمی گنجد، ولی بحث سر اینه که مقال خوب اومدی. خب شاخه توبا یا شاخه توبا بود. خب عرض به حضورت که در رابطه با سوالی که شما پرسیدید، کارآفرینی چطوریه، از کجا شروع میشه، به کجا میرسه و توی ایران چه شکلیه. خب من سالیان سال در ایران بودم، تا 32 سالگی بیزینس داشت، تا 30 سالگی بیزینس داشتم توی ایران، از 15-16 سالگی. خیلی سخته توی ایران کارآفرینی، به شدت سخته، ولی در عین حال جذابیت هایی هم داره. مثلا اینکه چون بسته است، چون تحریمی، چون مشکل داری، تو واقعا یه ذره همت داشته باشی، یه ذره پشتکار داشته باشی، هرچی بیاری میخرن، هرچی تولید کنی میخرن. آخه میشه آورد راحت. ببین خب من اطلاعات آوردنم و وارداتم و اینا مال زمان احمدی نژاد و خاتمیه. روحانی که رئیس جمهور شد دیگه من از ایران اومدم بیرون و دیگه بیزینس نداشتم با ایران. ولی اون موقع ها بله. بعدش هم حالا به عناوین مختلف قاچاق و تعلنجی و فلان اینا، تو شاخه واردات دارم صحبت میکنم، ولی در زمینه تولیدات داخلی، در زمینه شرکت های دانش محوری که توی ایران دارن میزنن، بچه‌ها خیلی خوب دارن کار میکنن، خیلی دارن زحمت میکشن. چرا اینقدر ما گرفتاری و کمبود داریم؟ به خاطر اینکه سر خط مشکل داریم. سر خط اونجاییه که اون کت خدا به قول آقای روحانی یا اون مبصر جهان یا رابطمون خوب نیست، بسته است، ما هیچ ارتباط جهانی نداریم. شما کوچکترین کاری که میخوای بکنی باید رابطه بانکی داشته باشی. این تحریم ها، حالا اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، تحریم ها چه به ما گذشت که به اینجا رسیدیم که الان 10-15 ساله که با سویفت ارتباطمون قطعه، نمیخوایم FATF رو بریم عضوش بشیم و که اگر بریم وارد این بحث بشیم ناخواسته وارد بحث‌های سیاسی میشیم که واقعا نمیخوایم تو این برنامه راجبش صحبت بکنیم. اینها همه باعث اینه که این بچه‌ها با مصیبت کار رو بیارن بالا. یعنی کاسب جزء بازار هر روز
دغدغه داره با شهرداری، با مالیات، اماکن، با ارزش افزوده، با اماکن، با اصلا یه وضعیه. خب ما سالیان سال در ایران بازار تهران تیم چاجه و دوله بودیم، میدون شوش توی لوازم خونگی خیابون صابونیان بودیم، سعادت آباد، پاسداران، کرج، شعب مختلف و همه اینا رو امتحان کردیم. صابونش به تنت خورده. آره. حالا تو دنیا چه وضعیه؟ توی دنیا خیلی فرق میکنه. اولا این رو من به شما بگم که من تصورم این بود که زمانی که مهاجرت میکنم خب فرش قرمز انداختن واسه من و میام و همه میگم به به چه گل پسری اومده و چه مغز متفکری و جهان بهش احتیاجه. نه اصلا همچین چیزی نیست. اینجا میای دوباره باید از صفر شروع بکنی. یعنی همه اون کارهایی که ما کرده بودیم نه تنها باید از صفر، از زیر صفر، چون یک زبان دیگه، یک فرهنگ دیگه و همه اینها رو باید یاد بگیری و انقدر امکانات زیاده که نمیدونی اصلا خود استفاده از اون امکانات، مدت‌ها یادگیری استفاده از اون امکانات نالج میخواد، دقیقاً تجربه میخواد و شما باید کار بکنی که با اون سیستم ها یاد بگیری اصلا قوانین. در رابطه با کارآفرینی. ولی اگر کارکن باشی، ولی اگر ایده خوب داشته باشی، استارت بزنی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری پشتتن، بانک‌ها پشتتن، کردیت لاین ها و خط‌های اعتباری پشتتن و امکاناتی که اصلا بدیهیه، مثلا اینترنت پرسرعت. این موضوع یا اینکه شما مشکل فیلترینگ داری. خب من حالا اگر نگم نصف عمرم رو، ولی به جرئت میتونم بگم 1/4 عمرم رو در چین بودم. چین هم خیلی از قوانینش کنترلگراست. بله. جامعه محدود، فیلترینگ به نوعیه که شما باورت نمیشه. شما جیمیل تو نمیتونی توی چین باز بکنی، فیسبوک، اینستاگرام، هیچی نداری، هیچ چیزی نداری، همه اینا باید با فیلتر شکن باز شه. حالا ما که از امریکا میریم با خط اینترنت امریکایی میریم، اصطلاحا خط سفید داریم. آره، با خط سفید میریم و همه اینا بازه برامون و کارامونو میکنیم و زندگیمونو میکنیم. ولی اونها با دنیای بیرون همه چی ارتباط قطعه، داخلیه. ولی داخل انقدر زیر ساخت‌ها رو کار کردن، انقدر سرمایه گذاری کردن، انقدر شما هر آنچه که میخوای نسخه چینیش وجود داره. در حالی که ما متاسفانه فقط شعار بلدیم بدیم. یعنی ما اومدیم نسخه فارسی یه سوشال مدیا درست کردیم، مثلا به نام بله، یه اپی درست کردیم. خب اصلا همه چیزش مشکل داره. شما نداری این داستان‌ها رو توی چاینا نداری، توی امریکا نداری، توی انگلیس نداری. طبیعتاً کارآفرینی در کشورهای دیگه به غیر از ایران بسیار آسان‌تره، بسیار راحت‌تره اگر مصیبت‌های اولیه رو بکشی و تحملش خیلی سخت. ببین عجیب ترین یا جالب ترین ایده هایی که بهش برخوردی چیزی یادت میاد در حوزه کارآفرینی، چه در چین، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در کانادا، چه در ایران؟ یه دوست صمیمی من داشتم، با این میرفتم چین و توی شهر ایوو یه شهریه که اون موقعی که ما میرفتیم سال 2001 بهش میگفتن ایوو ویلیج، دهکده ایوو. الان که بهش میگن ایوو اینترنشنال ترید سیتی. اصلا نگم براتون 1236 تا برج توش ساختن. برج راجب 40 طبقه به بالا صحبت میکنیم. زمانی که ما توش بودیم 6 تا برج داشت کل شهر. این شهر که ما میرفتیم خب امکانات تفریحی زیر خط فقر. 2001 2002 افتضاح. با یکی از دوستانمون میرفتیم، جلوی هتلمون یه پارکی بود و یه سری بالون اینا روشن میکردن میفرستادن هوا که بعدها وارد ایران شد و بهش گفتن بالون آرزوها. آره. واسه چهارشنبه سوری و اینا میبردن بالا. من با این دوستم تو این پارکه داشتم راه میرفتم، گفتم ببین اینا رو برداریم بیاریم ایران میتره کنیم. کی میخره؟ اینا مال فرهنگ چینیه، به درد ما نمیخوره. گفتم ببین این بچهای دست فروش چهار گلو بندک
سرتیمشون رو من میشناسم. واقعا میشناختی؟ به این من پول میدم، درصد اضافه تر میدم، این خودش پخش میکنه، اینا رو هم سمپل روشن میکنن میفرستم. حالا گفت دیوونه ای داداش، بس بریم یه بستنی بخریم از مکدونالد بخوریم. بیزینسمن نامبر وان، خیلی خوب. احتمالا این برنامه رو امروز داره میبینه، اسم شهرامه و خیلی من دوستش دارم. شهرام سولتی نه، شبپره. خیلی من دوستش دارم، خیلی هم صمیمیم با هم. برگشت به من گفتش که دیوونه، این ایده‌هاتو واسه خودت نگه دار. خیلی اگه صمیمی این که دیوونه نگفته، احتمالاً چیزای دیگه ای گفت. و کس دیگه ای آورد و من میدونم اون سال 2,500,000 دلار از اینها پول در آورد و قیمتش اون موقع که احتمالا هنوزم هست زیر 1 یوان بود توی چین. و موقعی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم ما با یوان 127 تومن رفتیم چین، امروز 26,500 تومن احتمالا. و فرصت ها همینطوریه. بعضی وقتا یه رفیقی یه چیزی رو به تو میگه که فکر میکنم داره کمکت میکنه، ولی تو اگه کارآفرین باشی، تو اگه ایده ها رو اعتقاد داشته باشی به هدفت، میری میجنگی واسش. ولی اشتباه هم از طرف من بود که نکردم. آره، ولی شجاعت هم میخواد. بله. ببین من همیشه توی کلاس‌های آموزشی میگم یک رودخونه‌ای هست به نام رودخونه ترس. تو اینوری، پولم اونور رودخونه است. تو باید تنتو بزنی به آب، رد چی، باید بری اونور، شاید این پول تاتی بکنه یه ذره دور بشه، ولی تو از رودخونه رد شدی، میگیریش، اصلا بحثی نداره، ولی باید از رودخونه رد چی. خیلی خوب، خیلی ممنونم سمین. خیلی میشه در این مورد حرف زد، ولی خب برنامه منم زمانش محدوده دیگه. فقط این رو میخوام بچه هایی که امروز دارن این برنامه رو نگاه میکنن بگم، بعد از صحبت کردن با بیش از 1500 دانش آموز یا دانشجو، بعد از راه اندازی بیش از 100 بیزینس، بعد از به ثمر رسوندن بیش از 40-50 بیزینس موفق، این رو میخوام خدمتتون بگم که اینقدر 2 تا 4 تا نکنید که آیا سود میده؟ ما اینو بریم، اگر سود نده چی؟ برید تن رو بزنید به آب. هیچ اتفاقی تو زندگیتون نمیفته اگر 1,000 دلار، 100 میلیون تومن، 50 میلیون تومن ببازید یا ببرید. شما برنده بشید تو اون بیزینس 50 میلیون تومنیه، زندگیتون جابجا نمیشه. ببازیدم کنار خیابون نمیخوابید. دنبال آرزوهاتون برید و ادامه بدید، مطمئن باشید بهش میرسید. بازم تو برنامه‌های مختلف باهات صحبت خواهم کرد. قربونت برم، باعث افتخاره. و متشکرم که وقت گذاشتی اومدی با هم گپ زدیم. قربونت برم، ممنون از مخلصیم. فدای تو. برنامه همینجا تموم شد. روزنامه امروز، فردا میبینمتون.